به محض اینکه چشمشو باز کرد یاد صبح افتاد. دیروز صبح که قرار بود مثل تمام روزهای زندگی دیگهش باشه، ولی غافل از اینکه وارد دوره جدیدی شد. قسمت 4. دقیقاً 2 ساعت بعد از مرگ مادر پدر اومد خونه. پدر براش بود آشناترین غریبه شهر، ولی خب هورای دوم را پدر ساخت و مادر کودکیشو به همراه خودش برد توی قبر. آره، هورا دفن شد. از اینکه چقدر مامانش زیاد خوابیده بود تعجب کرده بود، به سمت اتاقش رفت که بیدارش کنه. نگاهی به ساعت انداخت و دید ساعت 11. وارد اتاق که شد، مامانش به شکم خوابیده بود. با صدای آروم گفت مامان، ولی هیچ جوابی نشنید. رفت سمتش و تکونش داد. دوباره گفت مامان جونم بیدار شد. میدو خواست به سمت خودش برش گردونه که دید دست سمت راستش خوش شده. همونجا متوجه مرگش شد. اعتیاد با مادرش کاری کرده بود که آرزوش مرگ بود. بارها خودکشی کرد، آخرم بر اثر مرگ طبیعی مرد. این چیزایی بود که تو ذهن هورا مرور می شد. چند ساعت بعد خونه پر از مهمون شد. مهمون هایی که شاید اگه مامانش فوت نمی شد تا سالیان دیگه هم نمی دیده شد.